بیشترین فروش آنلاینی که من توی یکی از وبسایت‌های شاپیفای هم تجربه کردم و یکی از اولین وبسایت‌هام بوده سال 2021، $504,000 یعنی $500,000 چیزی حدود 40 میلیارد تومان بوده. و سه نکته خیلی مهم رو میخوام باهاتون تو این ویدیو به اشتراک بذارم که تو این مسیر تجربه کردم و شاید به کارتون بیاد. 5 تا از کشورها که بیشترین فروش رو برای من آوردن، اولی آمریکا هست، بعد انگلیس، ایتالیا، سنگاپور و اندونزی که میبینیم با اختلاف آمریکا $112,000 از این $504,000 فروش ها رو برای من آورده. حالا شما میتونید این کشور رو تست بکنید تا برای شما هم جواب بده. برای تبلیغاتتون سعی کنید از کالاتون توی تیک تاک ویدیوهای وایرال و حالا اونایی که ویوی زیادی داره از کالاتون پیدا بکنید، دانلود بکنید و هوک اولشون رو بردارین و توی متا با تبلیغات اینستا و فیسبوک برای وبسایتتون تبلیغات ران کنید. و موضوع آخر، سعی نکنید توی ویدیوهای تبلیغاتیتون فروش انجام بدید. یعنی چی؟ یعنی که نمیخواد ویدیو طولانی باشه، توضیح بدین، قیمت رو بذارین. توی ویدیوی تبلیغاتی شما باید مشتری رو کنجکاو بکنید، ببینید چه کالایی، بگه چه جالب، کنجکاو بشه و کلیک کنه بیاد تو وبسایتتون، اونجا فروش انجام بدید و سعی کنید که ویدیوهای تبلیغاتیتون زیر 30 ثانیه باشه.